السلام علیکم دوستان محترم حضور کانال خصوصا مردم مهاجرت که ما در مهاجرت ها نگاه میکنن. پروردگار امروز روز عید است در منطقه عزیز ما در تمام سراسر دنیا عید فطر است. خداوند همگان را با فضیلت ما برکات خودش را همیشه نازل کرده و در خاندانشان و بیکار تمام اینا را به خیر گرداند. تنجی امامی را برای هر یک که ما بیننده کردیم نصیب و رضی گرداند خداوند. بگذار طول این ماه که برکاتش خیلی زیاد بود در این ماه، بگذار تمام مثال برای همگان، برای کشور عزیز ما، برای تمام مسلمان ها همین گونه برکات بردوام شد. برمان معنی باشد که ما در غیر رمضان و مثل رمضان زندگی کردیم. در غیر رمضان هم خود معلم روزدار باشد، کسی نماز را ندیدیم، کسی را تحقیر نکنیم، کسی پاسش میخیانند و لمحای نامحرم نباشیم. پس ما بنده ربانی هستیم. اما اگر برعکس باشد و گفتیم پیشنهادی، اما اگر در غیر رمضان دیگر عملهای شدید صورت بگیرد، گناه و معصیت صورت بگیرد، تحقیر صورت بگیرد، خیانتها هم دوباره شروع شدن بگیرد، پس ما زمان میگویند که ما بنده رمضانی هستیم و بنده ربانی نشدیم. گناه ربانی بلاغت رمضانی نمازگاهی سامانیان از منطقه یکم چسکه ماهی مقصد وبنده رمضانی نباشیم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإحسان طيب دارين مباركين سيدتي شاید در ذهن من فراموش می شود به خاطر طریقه خواندن نمازی با شمین رفتار می شود یعنی که وقتی که دارم خود نماز واجب تکبیرات واجب این وقت است ما حاضر ایستادن با ایشان الله تعالی الله اکبر عملا خوش می‌کنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبارك نماز به امام نمی‌رسد و برای ما و شما را به درگاه می‌ناجد هدایت می‌کنند و نام ما را برسید در جای رحمت می‌کنند رسول الله را
همیشه تمامی ساختمان کاره را تمامی مقامات انتظاری از شاه شخصا از نام خدا و فرارسی این سعید تبریک مبارکباد بکنم برای ما سلامتی روز در سعادت زندگی بخت و افتخار مبارک شما و آسایش و فراحت عید سعید فطر به همگان تبریک میگویم. بگذار این سال پر برکت باشه برای همگان. خداوند روز نماز مومنان رو به درگاه بینیدش قبول فرموده باشد، دستگیری آخرتشان گردانده باشد. عید مبارک شد کلی بیننده کانال ما و کلی تاجیکستانی و هر کسی که ما در هر جایی که تماشا میکنن با هم خیر مبارک گردانند. الله همه به عید نگاه داره. علیکم عید مبارک. علیکم سلام مبارک شد جو رحمت. ایداتون خطی و علیکم با هم خیر مبارک. همین وظیفه یا طرف مونه؟ سلام علیکم. امینا. اونجا شفته؟ با هم خیر مبارک. بابا ایداتون مبارک شد. خدا نگهتون داره. خدا نگهدار باشه. بابا ایدا خطی با هم خیر مبارک. ایدا خطی با هم خیر مبارک. ایدا خطی ایدا خطی مبارک. با هم خیر مبارک گردان. ایدا مبارک. و علیکم سلام. ایدا خطی ایدا مبارک. با هم خیر. این روز کار شما مرام کار رزنه به سرز کزا ایدا خطی خداوند قبول گردانده. مبارک شود آج بابا. مبارک شود. ایدا خطی که خالموزا ایدا مبارک شود. ایدیم همیشه هم طول سال اید باشد برای همه. ایدا مبارک. با هم خیر مبارک. ایداتون مبارک شود. دادا جان السلام علیکم و رحمت الله. ایداتون خطی بردیم. اون سر کوچه روید موشی در سر کوچه همون جره
با هم خیر مبارک. ایدا خطی باقی مبارک شوه. با هم خیر مبارک. مالنجا دوی نگ میته بر روز دارو. خداوند پروردگار به حق حرمت ذات و به حق نام مبارکت به حق حرمت این روز مبارکت روز نماز جمعی بنده های برکت مخدوم النار سوی کمبودی ما در گذارید پروردگارم جمعی بنده های مردانی آینده ساخت سلامت بگذارد. الله برکی آید جو مبارک شوه با هم خیر مبارک. ایداتون خط ایداتون مبارک شد. وجوه ایدو مبارک شد. رحمت کار زنه با هم خیر مبارک. همسین از ایداتون مبارک شد. حکیم مروه ایدو مبارک. هر مبارک مبارک شد. ایداتون مبارک شد جو. السلام علیکم با هم خیر مبارک. آمین. السلام علیکم با هم خیر مبارک. با هم السلام علیکم. ایدو خطی ایدو مبارک شد. حبیسنی تیمو ایداتون مبارک شد. هر جنوم از شما گردم ایداتون ایدو مبارک شد. گم نیست بالونا رو نف کنم دو دیگه شد. مبارک شد. السلام علیکم. آجو ایداتون مبارک شد. برکت الله اکبر. ایدا خطی خداوند تا ایده آینده ما رو نگهدار باشد. من خیلی برای شما هم چهره نورانی مردم دیار ما رو به نوار گیم تا اینکه شما یار دوستا عزیزاتون اگر در مسافرت ها که اکثر عمر همین جوانو گیم در مسافرت ها میگذرد و یک چهره های ماندگار دیده یاد میکنید از یار و دوستاتون و برادر خویش و اقرباتون. دوستو امروز 10 اپریل 2024 بود که در سراسر دنیا عید تمام مسلمان ها بود. عید رمضان بار دیگر به همگان مبارک شود. دوستو